سلام، با من همراه باشین در چالش 7 در 7. یه سفر 7 هفته‌ایه که قراره توی هر قسمت توی 7 دقیقه شما آموزش کامل حروف کالیگرافی رو یاد بگیرین. هر قسمت 7 دقیقه، توی 7 هفته با هم حروف رو کامل یاد میگیریم و تمرین میکنیم. پس با من همراه باشین و حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. قسمت دوم آموزش حروف سین، شین و صاد، ضاد، تا، ذا رو یاد میگیریم و همینطور اتصالات حروفش رو. حرف سین با یه دندونه کوچیک شروع میشه. از انتهای اون الف کوچیکمون یه خط مورب میکشم، با پهنای قلم تموم میشه و با تیزی قلم میام یه حرکت رو به بالا و بعد از اونجا دوباره یه قوس ایجاد میکنم با تمام قلم و با تیزی قلم حرکت تموم میشه. دندونه های سین رو به این شکل می نویسیم و اگر به صورت مفرد باشه یه الف کوتاه میذارم، از انتهای الف یه ب کوتاه میکشم و دنبالش رو بیشتر میام بالا و در واقع انگار که یه نون نوشتم و اتصالش دادم به دندونه های سین. این مدل سین به صورت مفرد و در انتهای کلمه بود. حالا ببینیم در اتصال به چه شکل نوشته میشه. دوباره حرکت قلمم به همون شکله، یه الف کوتاه 2 نقطه‌ای، یه خط کج با پهنای قلم، با تیزی قلم میام بالا و یه قوس ایجاد میکنم، یه هلالی میکشم، با تیزی قلم تمومش میکنم. از انتهاش دوباره مثل حرکت قبل یه دندونه ایجاد میکنم و حرف بعدی میاد سوار این دندونه میشه. فرم دیگه ای از حرف سین به این شکله که بدون دندونه می نویسیم. یه جاهای لازمه که سین رو بدون دندونه بنویسیم. به این شکل یه دونه ب اول می نویسم و در انتها یه دونه حرف نون بهش متصل می کنم. مثل انتهای حرف سینی که نوشتیم، یه دونه نون در انتها بهش متصل میکنم و یک سین بدون دندونه به صورت مفرد الان نوشتیم. حتی در اتصالاتش هم میتونید سین رو بدون دندونه بنویسید، به این شکل که فقط کافیه شبیه یه حرکت ب رو اجرا بکنید. و اما یه مرور سریع بر اتصالات حرف سین. حرف صاد با تیزی قلم حرکتمون شروع میشه. رو به بالا با زاویه 45 درجه میام و یه قوس ملایم ایجاد میکنم، با پهنای قلم برمیگردم به این سمت. از انتهای این حرکت دوباره حرکت داریم رو به پایین با پهنای قلم. این حرکت ابتدایی حرف صاد، ضاد و تا، ذا هستش. برای نوشتن حرف تا همونطور که در ابتدا توضیح دادم به این شکل می نویسیم و یه الف میاد وسط این حرکت اولمون قرار میگیره. از بالا میام و الف میشینه روی بدنه ابتدای حرف تا. ارتفاع حرف تا 2 نقطه است و همونطور که میبینین علامت گذاری کردم و اندازه ها رو با نقطه مشخص میکنیم.
برای نوشتن حرف صاد هم باز به همون شکل حرکت ابتداییمون مثل شروع حرکت حرف تا میام و این دفعه به جای اینکه صاف بیام با پهنای قلم تمام بکنم، اینجا رو یه مقدار گرد به سمت بالا میام و یه دندونه ایجاد میکنم، یه هلالی. این حرف صاد در اتصالات هستش، یعنی حرف بعدی میاد میشینه سوار اون دندونه صاد میشه. حرف صاد به صورت مفرد باز حرکت ابتدا و شروعش به این شکله که آموزش دادیم و نوشتیم و در انتها یه دونه نون بهش متصل میکنیم. یه الف حرکت اولش یه الفه و بعد یه دونه ب و در انتها با تیزی قلم تمام میشه. همونطور که میبینین باز اندازه ها رو من با نقطه مشخص میکنم که وقتی شما تمرین میکنین بتونین تشخیص بدین که الان اندازه ها رو درست نوشتین یا باز نیاز به تمرین داره و باید ایرادش رو برطرف بکنید. و مرور بر اتصالات حرف صادزاد و تازا. امیدوارم خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله رو روشن بذارین تا قسمت بعدی رو ببینید.